بچه‌ها، من هلما هستم. خوش اومدین به یکی از قسمت ویدیوهای من. قبل از هر چیزی لایک و ساب یادتون نره. خب بچه‌ها، ما قراره که توی 7 پارت به صورت رندوم سالهای مختلف در بیاریم و اتفاقات مهم اون سال رو بگیم. خب این باکس همه که توش چیزا رو نمیشه، 7 چیز توشه. بریم که شروع کنیم. اوکی. خدایا به امید تو سال 1962. بچه راستی اگه چیز خاصی در مورد این سال میدونی که من توی این ویدیو نگفتم، حتما توی کامنت ها بنویسید. خب بچه اولین اتفاقی که افتاد بحران موشکی کوبا بود. مهمترین اتفاق سال بود. شوروی موشک های هسته‌ای توی کوبا خیلی نزدیک آمریکا گذاشت. آمریکا هم به شدت مخالفت کرد. دنیا چند روز فکر می‌کرد جنگ جهانی سوم قرار اتفاق بیفته، ولی با یه مذاکره مثلا چیز اوکی شد، جمع شد کل داستان. بعدش استقلال الجزایر بعد از سالها جنگ سخت با فرانسه بالاخره تو سال 1962 مستقل شد. این استقلال خیلی روی آفریقا و خاورمیانه تاثیر گذاشتش. الان میبینیم تاثیرشو داره، تو زندگی موج میزنه، هر روز برق میره. آزمایش‌های هسته‌ای. فرانسه اولین آزمایش‌های هسته‌ای بزرگش رو انجام داد. این یعنی باشگاه کشورهای هسته‌ای داشت گسترش پیدا می‌کردش. و از اون ور کشور ویتنام شروع کردش جنگ با آمریکا. یعنی آمریکا شروع کرد نیروهاشو بیشتر وارد جنگ ویتنام کنه. این جنگ کم کم به یکی از طولانی‌ترین و خونین‌ترین جنگ‌ها تبدیل شدش. و توی ایران انجمن حجتیه، یه تشکیل مذهبی ضد بهایی تأسیس شد. همینطور کم کم بسترهای برای اصلاحات و تحولات سیاسی اون زمان شکل گرفت. توی علم و فناوری هم اولین بار تلویزیون زنده از راه ماهواره بین آمریکا و اروپا برقرار شد. یه جوری شروع عصر ارتباطات جهانی بود. و فرهنگ موسیقی بیتلز توی انگلستان معروف شد و بعداً کل دنیا رو شروع کرد چرخوندن و کنسرت گذاشتن. و بچه‌ها یکی از اتفاقای مهم دیگه این سال دوباره در مورد فرهنگ و هنر و اینجور چیزاست که دقیقاً توی همون تابستون 5 آگوست سال 1962 خانم مرلین مونرو توی خونش توی لس آنجلس پیدا شد و گفتن به خاطر مصرف زیاد قرص‌های خواب بوده. مرگش خیلی دنیا شوکه کرد، چون یکی